مسئولین 4 بلاک اقتصادی ولایت سوغ از فعالیت سال 2021 نتیجه گیری نموده به خبرنگاران نشست مطبوعاتی تشکیل کردند. سرریاست مالیه، ریاست سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، ریاست منطقوی رشد اقتصاد و سودای ولایت و سرریاست اگنتی آمار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغ حسابات‌های آماری خود را پیشنهاد نمودند. انور میرزازاده سردار سرریاست مالیه در ولایت سوغ از نتیجه سنجش‌های گذرانیده شده در سال 2021 معلومات داد. درخواست مقامات‌های حفظی حقوق در 83 تشکیلات سنجش و تحلیل‌ها گذرانیده با مبلغ عمومی 7,994,000 سامانی ضرری مالیوی آشکار کرده شد. از مبلغ ضرری مالی آشکار شده 3,942,000 سامانی از جمله به بودجه 3,500,000 از 1,000 سامانی و به حساب کارخانه‌ها 382,000 سامانی برقرار کرده شد. غیر از این در رفت سنجش‌های آدیتی کمبودی و نارسایی که با مبلغ ضرری مالی داخل نمیشن با مبلغ عمومی 5,700,000 سامانی آشکار گردیده. از این حساب 443,600 سامانی یا به قدر 81.3% مبلغی آشکار شده برقرار کرده شد. همزمان در دام سال 2021 66 مواد آدیتی با مبلغ عمومی 4 میلیون ضرری مالیوی با مبلغ 4,814,000 سامانی که احتی بررسی می‌برده و قبول قرار دفتر مقاماتی حفظی حقوق سپرده شد. در تمام سال 2021 سرمایه گذاری های خارجی و وطنی و اقتصادیاتی ولایت سوغ به مبلغ 396,881,600 دلار ایالات متحده آمریکا جلب کرده شده است که این در مقایسه با همین دوره سال 2020 164% بیشتر می باشد. در مورد کمک های بشردوستانه شریف جان احمدов سردار ریاست سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی ولایت سوغ ابراز نمود که بیشتر به ولایت مواد خوراکه وارد گردیده است. سال 2021 جزئی ولایت به مبلغ 1,742,300 دلار کمک بشردوستانه وارد کرده شده است. چنین رقم باشد در سال 2020 باشد 1,392,000 دلار را تشکیل می‌دهد. یعنی اگر نسبت بگیم اگر 125% افزایش کرده می‌باشد. کمک‌هایی که به ما وارد شدند این هستند خرد، روغن водонагреватель, насосов و غیر چیزها میباشند که باید اون مسائل اجتماعی به مکتب‌هایی که هستند به اون تقسیم کرده شده است. مثلا اگر در مجموع گیریم اگر عموما سرمایه‌گذاری گیریم اگر از دولت‌های انگلیس وارد میشه، کانادا، ایالات متحده آمریکا، قزاقستان، سینگاپور، فدراسیای روسیه، خیتای، ایرلندی، اسپانیا، Lüksemburg, Alman, Fransa, Gollandiya, Emirat Müttəhida Ərəb, Belgiya, Özbekistan, İtaliya, Ukrayna və Estoniya var. مسئولین سرریاستی اگنتی آماری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغ دوام سال 2021 153 کارخانه و تشکیلات ها را از سنجش گذراندند. در نتیجه نسبت 386 نفر سوبیکت های خواجگیدار پرونده های مأموری تطبیق داده شده به مبلغ 169,000 سامانی جریمه تطبیق گردیده است. هدف سنجش های متخصصان این نهاد راه ندادن به خطا و کمبودی ها در فعالیت کارخانه های خرد و بزرگ ولایت سوغ می باشد. سردار این نهاد حکیمزاده حکیم کریم در مورد آماری به استفاده دادن کارخانه ها معلومات پیشنهاد نمود. در سال 2021 122 کارخانه صنعتی هم خرد و هم کارگاه هم کارخانه های صنعتی تشکیل شده بودند. این به همه ما پیشکش کردیم، پیشنهاد کردیم معلومات را. از این 56 تا کارخانه های حقوقی و 66 تا کارخانه های انفرادی، یعنی که کارخانه های خرد. در این جایهای کاری تأسیس داده شده 3,094 را تشکیل میکرد. در همین 122 کارخانه از آن جمله برهم داده شدگی باشد اگر 28 کارخانه صنعتی برهم داده شده است در همین سال 2021 شاغل جلوی کاران 485 داد. عموما در سطح ولایت در ماه ینور دکبر سال 2021 همگی در مجموع هم جایهای نوی کاری و هم جایهای کاری که آنها برقرار کرده شده 36,775 در سطح ولایت. اینجا در ما جدا کردگی این جایهای کاری رو، یعنی که در همین وابسته به همین برهمخوری هم هست، یعنی که از طرف شخصان حقوقی 13,672 جای کاری، این 13,672 جای کاری
66% سال 2020 را تشکیل میده، چون که این نشان دهنده در همین دوره سال 2020 بیشتر از 10,000. مسئولین ریاستی منطقوی رشد اقتصاد و سودای ولایت اطلاع می‌دهند که حجم گردش سودای خارجی ولایت 13997.7 میلیون سومانی را تشکیل داده است. حجم گردش سودای خارجی ولایت دوام سال 2021 2262.7 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا رسانیده شده است که صورت افزایش نسبت به همین دوره سال 2020 بیش از 100% را تشکیل می‌دهد. گزارش مفنوشکر و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.